آیا میدانید مفلس چه کسی است؟ انسان ورشکسته چه کسی است؟ انسانی که ورشکست شده است در زندگی خودش. میدانید چه کسی است؟ اصحاب گفتند المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. مفلس نزد ما کسی است که پول و ثروتی نداشته باشد، مال و منالی نداشته باشد در دنیا. این انسان مفلس و ورشکسته است. فرمود ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة و صیام و زکات. مفلس امت من اون کسی است که روز قیامت می آید با نماز و روزه و زکات. عجیب است، چگونه مفلس است این شخص، چگونه ورشکسته است. این همه نماز و روزه و زکات در پرونده او هست، چگونه ورشکست می شود این شخص؟ بله، مشکل از جای دیگر آب می خورد. این شخص مشکل دیگری دارد. و یأتی و قد شتم هذا و اکل مال هذا و قذف هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. می آید در حالی که حقوق زیادی در گردن اوست. شخصی را دشنام گفته است، به فردی تهمت زده است، با تهمت شخصیت او را تخریب کرده است، مال کسی را خورده است، خون کسی را ریخته است، فردی را به ناحق کتککاری کرده است. طلبکاران زیادی دارد این شخص در دنیا. صف کشیده اند طلبکاران برای احقاق حق خودشون در جهان آخرت، در دادگاه عدل الهی. همه اینها صف کشیده اند منتظرند که به حقوق آنها رسیدگی شود، به این ظلمی که در حق آنها شده است رسیدگی شود، این حق تسویه شود در جهان آخرت. این تسویه حساب چگونه ممکن است صورت بگیرد به نظر شما؟ چه دارد انسان اونجا که بخواهد سربها بدهد تا عدل الهی اجرا بشود در دادگاه عدل الهی؟ غیر از این نمازها و روزه ها و صدقات، غیر از این کارهای خیر و اعمال صالحی که انسان در دنیا انجام داده است، دیگه چه سرمایه‌ای دارد اونجا؟ اونجا که حساب بانکی که نیست بخواهد پول بدهد، سربها بدهد. کارت ندارد دیگه، کارت بانکی. کارت انسان همون اعمال و سرمایه های عمر انسان است از اعمال صالح که اونجا میتواند با اون کارت بکشد به قول معروف و همون سرمایه را تقدیم بکند دو دستی به کسی که در حق او ظلم کرده است، به اون کسی که ظلم کرده است به او. یعنی این شخص به او ظلم کرده است و حق او را پایمال کرده است. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. به این افراد، به تک تک این افراد از حسنات او، از همین نمازهای او، از همین روزهای او، از همین صدقه ها و زکات های او داده می شود. یعنی ثوابش به او داده می شود. فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. اگر گناهانش، اگر حسنات او به پایان رسید، هنوز تسویه حساب کامل نشد، هنوز مونده اند چند نفر مرخص شدند، چند نفر هنوز مونده اند در صف منتظرند که به حق آنها رسیدگی شود. هیچ حسنه ای باقی نمانده است، تمام حسنات رفت، ولی هنوز حق تسویه نشده است، هنوز ظلم تقاص آن گرفته نشده است. فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. اینجا دیگه نوبت میرسد به گناهان اون اشخاص، گناهان اون اصحاب صاحب حق، اون اشخاص صاحب حق، گناهانشون برداشت میشود از گناهان اونها و به این فرد منتقل میشود در مقابل حقوقی که پایمال کرده است. و این فرد با کوله باری از گناه و معصیت دست خالی روانه جهنم میشود. خیلی صحنه تکان دهنده است برای انسان. نمیتواند انسان مسلمانی که بخواهد عبد خدا باشد نسبت به این قضایا بی تفاوت باشد. این هم همون عبودیت و بندگی است.